گروه 24 یک حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع روز 14 مارس با نشر یک اظهارات خبر داد که فعالیتش را در روسیه قطع میکند. روسیه در اصل گواره این حرکت اپوزیسیونی به شمار میرفت، چون که صاحبکار فروری تاجیک عمرعلی قواتوف سال 2012 این گروه مخالفین حکومت کنونی تاجیکستان را محض در روسیه تأسیس داده بود. اما گفته می شود در اظهارات گروه 24 حکومت روسیه به سودای پس بردگی با مقامات تاجیکستان شروع کرد و شماره زیادی از طرفداران مخالفین و فعالان جامعه شهروندی را به تاجیکستان سپرد که اکثرش به سالهای طولانی زندانی محکوم شدند. عبیدالله سعیدی سخنگوی گروه 24 و پایگاه خبری بامداد گفت چند عضو حرکت اپوزیسیونی نیز قربان این سودای پس بردگی بین مقامات روسیه و تاجیکستان شدند. تعداد آنهایی که از روسیه به تاجیکستان بردند 6 نفر است. در حال حاضر در روسیه یگان عضو حرکت باقی نمانده است. این تصمیم منع فعالیت در روسیه باید در آخر سال گذشته گرفته میشد، لیکن برای برآوردن اعضای حرکت تا این وقت ماند. حمله روسیه به اوکراین را گروه 24 دلیل دیگر قطع فعالیتش در روسیه نامیده است. به فرق از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که بعد منع فعالیتش در تاجیکستان در پایان سال 2015 فعالیت‌های خود را نه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام کشورهایی که با مقامات امنیتی تاجیکستان همکاری دارند متوقف ساخت. گروه 24 شاید یگانه حرکت اپوزیسیون تاجیک بود که سرسختانه نمایندگی‌هایش را در روسیه حفظ کرد. حتی 2 سال پیش در این کشور به ضد حکومت امامعلی رحمان پیکت‌های خرد اعتراضی تشکیل میکرد. رحمتجان محمدجان و شعبالدین بدالوف دو تن از اعضای فعال گروه 24 را که ماه ایون سال 2020 در میدان سرخ در مرکز مسکو به ضد امامعلی رحمان اعتراض کردند در روسیه دستگیر و بدون یگان بررسی دادگاهی و رعایت روند استرداد به مقامات تاجیکستان سپاریدند. رحمتجان محمدجان بنا به اطلاع دریافته به 20 سال زندان محکوم شده است. درباره چند سال حکم گرفتن بدالوف اطلاعی نیست. گروه 24 سال 2012 از جانب صاحبکار عمرعلی قواتوف بعد فرارش از تاجیکستان تشکیل شده است. در تابستان و تیر ماه سال 2014 گروه 24 در شهرهای روسیه با جلب مهاجران تاجیک سلسله گردهمایی‌های اعتراضی به ضد حکومت تاجیکستان را دایر کرد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 9 اکتبر سال 2014 فعالیت گروه 24 را در کشور منع و بعد چند این سازمان را برای خط سازمان‌های افراطی شامل کرد. اساسگزار این حرکت عمرعلی قواتوف ماه مارس سال 2015 در شهر استانبول ترکیه در نتیجه یک سوءقصد مسلحانه کشته شد. بعد این شماره زیادی از اعضا و طرفداران گروه 24 بازداشت و محکوم به زندان شدند و قسم دیگر به کشورهای اروپا پناه آوردند. حالا این سازمان اساساً در اروپا عمل میکند.